امروز 13 مای است و بینید برادران که روزی سعید فطر است، روزی ماه شریف رمضان است و چقدر باران سخت گرفت و دعا میکنیم که باران با برکت باشد، ضررش رو به یگان مردم مسلمان نرساند. این باران سختی شوی در روزی همه خدا نگاه کنه، باران با برکت باشد، یگان رو به ضرر نرسد. و باران سخت شد.